بالاخره اینا با هم دوست پسر دوست دختر و غریبه که نبود، هم قرار میذاشتن همدیگه رو میدیدن. این 1000 تا دختر پسری که بیرون با هم آشنا. بابا داره میگه عاشقش بوده. پس چرا قبلا زدتش؟ چرا کتک کاری کردی؟ غیرتی شدم. غیرتی شدی؟ دوست پسر مگه غیرتی میشه؟ تو اگه غیرت داشتی میگرفتیش، عقدش میکردی. غیرتی شدی تو؟ با دختری که عکسش تو کل دانشگاه پخش شده رو میگرفتم. پس چرا بعدش آشتی کردی؟ آخه این عکسش تو کل دانشگاه پخش شد، دعوا میشد، منم زدمش، عصبی شدم. برای چی زدت؟ غیرتی شد. غیرتی شد؟ دوست پسرم مگه غیرتی میشه؟ دوست پسر اگه غیرت داشت که دستتو میگرفت برد دم در محضر ازدواج میکرد بود، نه اینکه دستش رو بلند کنه. دخترای ما هنوز به این درک نرسیدن که بابا ما اونقدر ارزشمندیم که باید با احترام با ما رفتار بشه. اینکه هر یالغوزی به اسم غیرت دست رو ما بلند کنه به معنای این نیست که داره به ما اهمیت میده. بابا شاید مریض روانی دو قطبیه یارو. پسری که دست روی دختر بلند میکنه به نظر من اصلا غیرتی که چه از کنه، اصلا بی‌ناموسی این کار. چون دوستم داره میتونه روم دست بلند کنه، چون دوستم داره بهم گیر میده، چون دوستم داره محدودم میکنه، چون دوستم داره نمیذاره بدون اجازه آب بخورم. گوه میخوره اجازه نمیده، غلط میکنه اجازه نمیده، اصلا به اون ربطی نداره.